Ассалому алейкум ва рахматуллахи та'ала баракатуh. Бародарони азиз, имрӯз санаи 13 май 2024 мо қарор дорем дар масҷиди Тоҷмаҳали Ҳушёр. Бародарони аҳли ислом, барои ободии масҷид шумо хоҳиш мекунем ҳамин навора ба қадри имкон паҳн кунед, ба дигарон расонед, ки то ки аз ин кори хайр бохабар шаванд. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. به نام خدای بخشنده و بخشنده مهربان. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که انشاءالله خدا خواهد صدای ما رو میشنوید و آنانی که انشاءالله در این انشاءالله سید ما مخلص هستین. الحمدلله. من امروز روزی مبارک، روزی انشاءالله دوشنبه که مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز دوشنبه بود. دوشنبه روز انشاءالله پیغمبر اسلام دوست می داشتن و در این روز روزه می گرفتن انشاءالله خدا خواهد. اینچنین ما هم امروزه دیم انشاءالله خدا خواهد ماندن گذاشتن غشتام خدا خواهد در روز دوشنبه. الحمدلله استاها خدا خواهد یعنی تشریف آوردن. انشاءالله کار خدا خواهد من از سر کردیم. امروز شما در این نوار میبینین کاری ما خدا خواهد ادامه دارد. الحمدلله همه تمام مردم هایی که انشاءالله خدا خواهد یعنی دستگیری میکنید ما را انشاءالله، چی در دعا هستی، چی در کمک هستی انشاءالله، چی مالی چی جانی، البته الله سبحانه و تعالی مکافات اجرش در این دنیا هم و در آخرت هم میدهد. البته سخیگی، سخاوتمندی انشاءالله این چیزی است که به الله سبحانه و تعالی رحمت انسان را نزدیک میکند و غضب خدای تعالی را دور میکند. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک در جنت یک درخت است، درختی سخاوت انشاءالله شاخاش گفت یعنی در روی دنیا است. کسی که انشاءالله چنگ میزند و آدم سخی میشود در روی خدای تعالی، چی انشاءالله با محتاجین، چه با مسافرین، چی به انشاءالله خدا خود خانه های خدا و یعنی صدقات جاریه انشاءالله صرف میکند، گفتن اون انسان به جنت میبرد. بخیلی گفتن انشاءالله یعنی در دوزخ یک گفتن درختی است، کسی که بخیل میشود در دنیا خیر و سخاوت نمیکند با اون یعنی درخت چنگ زده است، او درخت او را به دوزخ کشیده میکند. برای همین از دانی من انشاءالله همه در همین دنیا به یک امید برای آخرت آباد کردن انشاءالله و سازگار شدن به رحمت الهی و سازگار شدن به دیدار الله و شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به جنتی که الله وعده کرده است برای متقین و سزاوار شدن انشاءالله که همه حرکت داریم. برادران اسلام، من گشت انشاءالله گذاشتن سر میکنیم. الحمدلله بیادت شکر. انشاءالله همین یک گشت خدا خواهد 1300 سوم میستد. یکی ما و شما را انشاءالله الله سبحانه و تعالی در این جنت برای این غیشت یک غیشت طلا گذاشته می شود انشاءالله. چون که قصرهای جنت یک غیشت از طلا، یک غیشت از نقره است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف میکنن قصرهای جنت. اگر شما در دنیا انشاءالله برای مسجد انشاءالله یاردم کنین انشاءالله برای خانه خدا در جنت مثل همین انشاءالله غیشت‌های طلایی گذاشته می شود. از دانی من امید میکنیم که از شما خدا خواهد انشاءالله ما را دستگیری میکنید انشاءالله برای خدا، نه برای ما، نه برای دیگری، فقط برای الله سبحانه و تعالی یاردم کرده انشاءالله این مسجد تیسه به آخر رسوندن انشاءالله از الله میپرسیم و از شما عزیزان خدا خواهد انشاءالله امید میکنیم که شما هم دستگیری میکنید. ما خدا خواهد انشاءالله روزای نزدیک انشاءالله این مسجد خیلی خوب راست میکند و اثرها در نامه اعمال شما در حق شما که از انسانایی که در این مسجد داخل میشن البته در دعا هستند، ثوابش انشاءالله عالم برزخ این صدقات جاریه میشود رسیده میشود. برای همین از دانی من انشاءالله سخن کنیم. سخن بسیار است. امروز من کار آغاز کردیم در اینجا سوارچیکای خدا خواهد انشاءالله بالای گنبد راست میکردگی انشاءالله دیگر در پایان بودن امروز اومدن اینا هم سر میکنن بریدن شاه خدا خواهد روزهای نزدیک این مسجد خیلی خوب راست میفتگی امید داریم. همیشه عزیزان من شاد باشین، صحت باشین، در جای باشین. الله سبحانه و تعالی
شما نکش قوتیت و دولتی به شما تو تیار انشاءالله دنیایی است به حساب کتاب عطا کسی که یک سومیتیت خدا 700 و وعده کردگی است به یک قول به یک احسان 700 خدا بخشد از فضل بهت یعنی یک سومتی 700 سوم الله میتید یا که صدقات خدا در قرآن سوره بقره وصف میکند که مثل یک دانه گندم است که وقتی شما میشنانین یعنی 7 خوشه میشد 7 خوشش یعنی یک دانه 700 دانه انشاءالله خدا خواهد گندم میتید همچنان صدقات شما را انشاءالله خدا خواهد مثل همین گندم الله سبحانه و تعالی البته دولتاتون زیاده میکنند همیشه انشاءالله صحت باشین همیشه شاد باشین انشاءالله در کجای باشین خدا آمد کارات نتی البته بیمارات باشه خدا شفای کامل قصد باشد نجات به فرزندا باشد فرزندای صالح و صالح کرامت نماید به بخلاش تک سوده بگردد کسانی که در حبس خانه هستند البته الله زودتر آزاد شود اون مسافری که خدا خواهد از تمام روی دنیا که مسلمان در مسافرت هستند الله صحت برده سلامت با کیسه های پر باری های سر نزد خاندان نزد وطن عزیز برسند همیشه شاد باشه همیشه خوره باشین تا صحبت دیگر در حفظ و پناه الله مهربان باشین اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه